های جگرا، خوش اومدید به کانال خودتون. تو این ویدیو میخوایم کلی دوربین مخفی خنده‌دار ایرانی و خارجی رو ببینیم و کلی لذت ببریم و دوره هم خوش باشیم. ولی اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید. بریم برای ادامه ویدیو. خب برعکس بریم برای ویدیوی اول. چه جیغی میکشه. بریم بعدی برعکس. یه شربت در بیرون روی برادرم می‌خواست 12 سال میشه. برادرتون چند سال میشه؟ 12 سال. بیرون روی؟ خب در ببندید که بیرون روی. جناب بیرون روی داره. میدونم. در ببندید خب بیرون روی چند سالشه؟ گفتید 12. 12 سالشه بیرون روی داره. نه ببینید من میگم در ببندید بیرون نره چون این موقع میبینید خطرناکه آفتاب میخوره سرش برای هم. خب متوجه نشدید من چی گفتم. اسهال داره. اسهال داره؟ خب نسخه دارین؟ نه. چند بار بیرون روی؟ از صبح تا حالا 2 بار الانم 2 بار داره. در محکم ببندید. چه تأکیدی هم داره روی اینکه درت محکم ببندی. خانم من اشتباه کردم در محکم نرید. شما اصلا دوبار رفته. چرا بیرون روی یعنی اسهال؟ خب اسهال داره که باید نسخه داشته باشه خانم. من میتونم با خانم دکتر صحبت کنم؟ خانم دکتر بفهمید اگر باید نسخه داشته اما میتونم شربت قرص چیزی بدیم؟ دانش خیلی بده. بلدش باید ببینش خانم خطرناکه. انگورن هستی؟ نه من داشتم. نگاه انگورن آخرش بود گرم نگاه من خیلی جمعی دادم برادر تو بیکاری بیرون نگه خب در من نگه خب دکتر صحبت کنم ببخشید اونجا نگاه کنید اونجا نگاه کنید یه لحظه اونجا نگاه کنید یه لحظه راضی باشید راضی باشید. طرف رفته بود داروخونه واسه داداشش دارو بگیره که بیرون روی داره. بعد اون پورنگ همه ایستگاش میکرد. به یه ورم وسط خیابون زارت زورت میکنه. That was bubbly. پشماشون ریخته همه. شیک هم میزنه. پشماشون ریخته چند ثانیه. وسط خیابان زارت و زورت میکنه. این بده به دوستش لگد میزنه تا اونایی که پشت سرشن بترسن و این کاغذه رو بگیرن ازش. دیگه بقیه میترسن ازش نگیرن، حتما میگیرن ازش. ویدیو بعدی. پسر پشماش ریخته. شت
Bro, excuse me. I'm tourist. Sprinklings in WC. Huh? WC. WC. Yes, bro. WC. Go. What? go. Sprinklings WC. بگو از این ور بعد بگو از این ور. What? بگو از این ور بگو از اون ور. Brixton? اینو مستقیم برو هم. الان اینو مستقیم برم بعد برم دست راست دیگه. یا شیشگاه. داشت دوربین مخفی داشتم میردم پشت درخت رو نگاه کن. یه دست بذار اینا خانوما رد چن. یه دست کن میدی. دمتون گرم اجازه پخش میدین. پسر خیلی تلاش کرد آدرس بده ولی نشد. سعیش رو کرد. آبجو خوب هستی؟ سلامتی؟ شما خوبی؟ من اینجا این ببخشید حال تو خوبه؟ خانوم هستش این شم تراپی میکنه انرژی درمانی میکنه دختر پشمش ریخته. نه عادتش من گم کردم نه حالت چی؟ حالت خوبه؟ چی میخوای؟ من تا نصف رو درست اومدم بقیه‌اش رو گم کردم همه نوستادایی در میاره. آقا حالت نه. خوبه؟ نه مسخره گرفتی ما رو؟ استغفرالله من حامی حیواناتم من الان جلسه درمانیم دیر شد باید برم شم تراپی بریم بعدی. دختر شدم همه رو مالیدم. کجا رو نگاه میکنه این؟ خوشش اومده. اینجا پشماش ریخت. صدای دخترم در میاره که طبیعی باشه. دهنتون سرویس. نفر بعدی رو آوردم. اینا کجا رو نگاه میکنن دقیقا؟ نیاز به ماساژ ندارم خانم تنظیم در فیسشو چه سمیه. ویدیو سمی بودی خیلی خوب بود. بریم بعدی. دوربین مخفی ترسناکه تو آسانسور. دختره ری حتی هرکی دیگه هم بود میری یا ابوالفضل گلیمو حتی هرکی دیگه هم بود فرار میکرد. بعدی من اینو دیدم بچه ها. من اینو دیدم. خودتون ببینید ببین چی کار میکنه. خود رفیقاش رو ایسکا کن. دهنت سرویس. شيل السيارة روح السيارة ولا تفتح الباب طبعا یکی از شوخی‌های پسرونه. فیس این پسر رو نگه چند ذوقی میکنه. میخواد جمعش کنه مثلا. اون دوتا پسر اولی یه ذوقی تو چشاشون بود یه ذوقی تو صورتشون بود. تموم شد.
خیلی تاثیرگذار. ویدیو بعدی رن. یه دوست پسرت رو جمع کن. رن. رن. دوست دخترت رو ببر بردش. رن. سکته کرد بدبخت. رن. رن. رفت تو صد آشکار. رن. همه فروشگاه رو به گند کشید. رن. رید پسره. رن. چادر رو ترکون. رن. رن. پسری میخواست جلو دوست دخترش لاتیشو پر کنه، بعد اون کلش افتاد زد جلو، همه با سرعت 90 کیلومتر فرار کرد. نشته اگه از پله برق میترسی تنها راه حل همینه. نمیدونم چی کار میخواد بود. فیس اون دختر خویه فقط. دخترم چه ساکت وایستاده تو بغلش. واقعا تنها راه حل همینه ها. نزدیک بود از ترس بستنی بره تو الخش. قیافه زدن رو ببینید فقط. خب برعکس این ویدیو هم به پایان رسید. اگه خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید و اون زنگوله کنارش هم انگوش کنید که اگه ویدیو جدید گذاشتم واسهتون نوتیف بیاد و بیاید ببینید. گود بای جیگر.